مثلا تبرج خیلی مشکل داره در چش بودن. بلا تبرجن تبرجت جاهلیت الاولی. خودتون تو چش نرید تو خیابون. کار نکن ملت بگن اینجوری نگاهتون. حالا هم پوششه، هم ماشینته، هم راه رفتنته، هر کاری که باعث میشه ملت بگن اینجوری نگاه. اشتباه. حالا موقع کار خوب میکنی نه تبرج نفی شده، نهی شده. یا بیام یک سری اداهای اونا رو در بیاریم. مثلا خانم چادری هم بلند شه مثلا عکسای خودشون رو با چادر آنچنانی بگیرن بذارن تو شبکه. تو چه فرقی داری با؟ تو هم داری تبرج میکنی. با خودتون نشون بدید. که بیاد لایک بخوره اون زیر که چی بشه؟ اینا خطره. اینقدر گناهانی از اون طرف وقتی پرونده باز میشه مخ آدم سوت میکشه. ذات زن اینو دوست داره محل توجه بشه. این ذاتش. این وقتی به انحراف کشیده بشه این میخواد محل توجه همه بشه. فلز اون دنیا دارن پرونده خانمو باز میکنن نه او چقدر زنا، چقدر عذر میخوام گناه خود ارضایی، چقدر فلان. حضرت عیسی علیه السلام در انجیل میفرماد که خیلی‌ها هستن با چششون زنا میکنن، همون زنا رو داره انجام میده، دستش نمیرسه، منع وجود داره، بگن این کارو میکنه، طرف دست زنشو میگیره انگار شب عروسیشونه، همونجوری آرایش میکنه، تو خیابون میچرخه، جوان مجرد میبینن هوس میبینن، دلشون میسوزه، دلشون میخواد. تعارف کنه چطور ماشین میشه آدم نمیشه؟ پوستت کنده است. حالا دیگه دست زنه گفتم که دلتون بسوزه، شما نتونستید ازدواج کنید، بعد وقتی پول ندارید نمیتونید ازدواج کنید، بیچاره ها. چرا انگار این رفتار این حرفو داره میزنه دیگه. مراقبی چیکار داریم؟ امروز این مسئله حاده در جامعه. تبرج با چی؟ تبرج جنسی.